درود همه، امیدوارم حالتون عالی باشه. من سامان کریمیشاد هستم. تو این ویدیو می‌خوایم با هم بیت کوین و طلا رو تحلیل بکنیم. ترکیبی از تحلیل و آموزش خواهد بود، انشالله که مناسب شما باشه. خب مستقیما بریم روی نمودار، با طلا شروع بکنیم و بعد برسیم به بیت کوین. فقط یه نکته رو همین ابتدا بگم، بد نیست بدونید، اونم اینه که برای تحلیل همیشه میدونیم که DXY رو باید تحلیل بکنیم. خود من هم در دوره‌های جامعه رو میگم، اما یه نکته داره که در این ویدیو میخوام بهش بپردازم. گاهی اوقات میبینیم که مثل همینجا که این نمودار اصطلاحاً DXY یا شاخص دلار که باید همیشه ضد طلا و بیت کوین و بازارهای مالی باشه، با هم همسو میشن. نمونهش هم همینجا هستش که حالا من توی تحلیل قبلی من دیده بودم که DXY به 105 برسه. خب چرا این اتفاق میفته؟ چون هر کدوم از اینها تو فاز اصطلاحاً خودشون هستن، دارن یک بخشی از سیکل خودشون رو تکمیل میکنن. در سبک اتوپایلوت این رو درس میدیم، بنابراین من از این فاز رد میشم، چون توی این ویدیو اعتقاد دارم که هر دو همفاز هستن، بنابراین دیگه تحلیل DXY به من کمکی نمی کند. برم روی نمودار طلا ببینیم که چه خبره. خب اول تایم فریم ویکلی رو نگاه بکنیم. یه ترند داریم با شیب معمولی، شاید بد نبود اصلا از گذشته خیلی دور اینو بکشیم که اینم نتیجهش هستش. بعد اینجا شیب تون شده است و همچنان روند سودیه. این 2600 تا از کجا آمده خواهم گفت و بعد در تایم فریم ویکلی اعتقاد دارم که میتونیم به 2900 برسیم، یک اصلاحی به 2600 هم بدهیم مجدد، این عددی که از قبل حاصل شده، و بعد به 3200 برسیم. خب میخوام با چند تا سبک بررسی بکنم. یکیش کلاسیک میتونه باشه، یکیش فیبو اکشن و دیگری هم اتوپایلوت. در سبک کلاسیک که حالا همه کار کردن، یک روند داریم، روند ما کمی شیبش تند شده و همچنان در تایم فریم های بالا شیب تندی وجود دارد که حالا میتونیم این تیکه آخر هم حتی اینجوری بگیریم. یه همچین روندی مادامی که این ترند وجود داره در های تایم فریم مثل دیلی، روند صعودیه. پس هر پایین زدنی باید برای شما دلیلی پیدا بکنید که لانگ بگیرید. حالا مثلا میگم مثال، بذارید تایم فریم کم بکنیم. مثلا حالا مثال خیلی دور است ولی بد نیستش اینجا هم بهش بپردازیم. بازی تایم فریم کم میکنیم، 1 ساعته. مثال میزنم، اینجا بیس دارم، حالا نقش دارد یا نه، مثلا FL افتیاره چیزی نداریم، بنابراین خیلی اهمیتی ندارد. مثال، آره همینم بد نیست. این میتونه افتیار باشه، یعنی اگر این رو SNR دیده باشیم، SNR همون حمایت مقاومت است. این میتونه حالا یه دونه افتیار باشه، بدم نیست. همینو میکنیم کیس استوری. اگر RTM کار هستید باید بگید که خب مارکت بالا میزنه، بعد با شماتیک CP یا فشردگی، حالا هر چقدر بالا زد مهم نیست، وقتی به این میرسه خیلی چارت فشرده است، شبیه گوه هم میتونه باشه، مثل فنر به این برسه، بعد از اینجا مجدد پامپ بشه. میتونید هم نگاه فیبو اکشنی داشته باشید، بگید که خب من یه دونه فیبوناچی میندازم ببینم تا کجا میره، اصلاحش رو پیدا بکنم. بعد یه بیس خوب دارم در حوالی گلدن زون، ببینم کدوم ستاپ 1 یا 2 داره فعال میشه، بعد بتونم اصطلاحاً لانگ بگیرم تا سقف قبلیش، یعنی مثلا ببینیم تا کجا میره بالا، بعد اصلاح میده. خب پس دنباله همچین فرصت هایی باید باشیم، مگر اینکه دیگه اصطلاحاً در تایم فریم های بالا مثل دیلی و 4 ساعته ترند بشکنه، اصلاح عمیق تری بخواد بده، باز حواستون باید به این سناریوهای ماژور یه همچین چیزی باشد که سناریو مهمی است. باز اینجا هم چیزهایی داریم که الان ازش دور هستیم ولی به هر حال مهم هست. یعنی اینجایی که الان هستیم میتونه برای ما مهم باشه. اینترنت منم قطع شده ولی تا وصل میشه حتما با حوالی این عدد مثلا 2600 تایی که برای منم مهم بود باید حواستون باشه. خب این اعداد رو از کجا آوردم؟ خب نگاه میکنیم در تایم فریم دیلی از همین پایین تا این بالا ما یک روند داشتیم. اینجاها در تایم فریم پایین تر یک بیس داشتیم. اینا رو باید حتما وقت بذارید دیگه. پول خوب در آوردن اینجوری نیستش که حالا شانسی باشه یا اینکه اصطلاحاً به نوعی و بدون وقت و تحلیل عمیق اتفاق بیفته. حالا خلاصش اگر بخوام بگم، اینجا در تایم فریم پایین تر بیس داشتم در محدوده 2272 تا
اینجا FTB شده، ستاپ اصلاح کم عمق فیبو اکشن رخ داده و باید میرسیدیم به 2600 تا قطعی دیگه. باید اتفاقا فیبو اکشن و اتوپایلوت تنها سبکیه که میتونه تو ATH حرف بزنه و بقیه سبکا واقعا شوخی هن. یعنی کلاسیک، ICT، اسمارت مانی و حتی RTM همون بالاها حرفی ندارند. خب پس 2600 تا رو باید میدیدیم و رخ داده. حالا این نکته وجود داره، اینم جمع بندی بکنم بد نیست، اونم اینه که در تایم فریم ویکلی من دیگه همه اینا رو پاک بکنم چون واقعا کاری ندارم در سبک اتوپایلوت. از اینجاها مارکت یک رالی های خوبی رو شروع کرده، 2 تا رالی داشتیم و دفعه اول یه اصلاحی اینجا داشتیم که اگر اتوپایلوت کار باشید میدونید چه اتفاقی افتاده. به نظر من جا دارد که من همه اعدادم پاک کردم تا 2900 تا بریم، دوباره تا 2600 تا اصلاح بدهد و بعد تا حوالی 3200 تا و حتی کمی بالاتر هم بتونه اتفاق بیفته. جمله رو بگم تمام میکنم بریم روی بیت کوین. اینه که مارکت میکرها باید سود خوبی ببرن دوستان و باید به سرمایه گذارانشون سود خوبی بدهند. حالا سرمایه گذاران میتونه شخصی یا اصطلاحاً شرکتی باشن. اینجوری نیستش که بشینن با فاندامنتال ترید بکنن. این نکته بسیار مهمیه که در اتوپایلوت این رو اثبات کردیم، مثلا چیز جدیدی نیست. این نگاه من هست راجع به طلا با این لگ هایی که داریم. همچنان فکر میکنم که مارکت جا داره اعداد بهتری رو ببینه و میتونه باعث سودهای خیلی خوبی براتون بشه. بنابراین اگر که دی تریدر هستین یا تایم فریم های پایین ترید میکنید، عاقلانه هست که مادامی که ترند قوی است همچنان در جهت لانگ پوزیشن بگیرید. مثلا در تایم فریم 1 ساعته ما اینجا یک بیس جذاب داریم که با هم دیدیم دیگه. گفتم اینجا از نگاه من FTR و میتونه با استفاده از ستاپ های فیبو اکشن اعداد بهتری هم بدهد. مثلا همینجا اگر محقق بشه ستاپ اصلاح دوباره کم عمق که تارگت های خیلی خوبی داره رخ میده حتما. حالا نکتهش اینه که بذارید همین یک کیس استادی کنیم. در تایم فریم دیلی بودیم، نکته جذابیه که واقعا میگم این رویاست برای سایر سبکا، هرگز هم بهش نمیرسن چون خیلی سعی کردن فیبو اکشن رو کپی بکنن. خب ما تو همون عدد 2600 تا رو میگیریم، نمیخوایم بالاتر تقلب بکنیم. 2600 یه همچین آر به آر رو دوستان با یه همچین استاپایی در تایم فریم دیلی ببینید سایر سبکا میدهند یا نه. دیلی دوستان ها، یعنی مثلا اگر واحدها رو پیپ بگیریم، ما 54 پیپ استاپمون بوده، اگر بخوایم تبدیل کنیم به پیپ 1400 خورده ریواردمون بوده. یعنی اعداد رو که نگاه میکنیم سایر سبکا سکوت محض هستن. خب بریم روی بیت کوین، اون هم جای جذابیه. من اوکی اکسچنج رو انتخاب میکنم چون تحلیل قبلی اصطلاحاً روی بایننس بوده. خب در تایم فریم های بالا یه ترند داشتیم سعودی، اینجا همچنان سعودیه. حالا چه اتفاقی افتاد؟ مارکت لانگ شد، یه حرکت خوب از همین جاها داشتیم رو به بالا تا این بالاها. روی محدوده گلدن زون همونجایی که دارید میبینید ستاپ شماره 2 اتفاق افتاده. ما از اینجا یک بالای جذاب باید میزدیم، زدیم، حتی میتونیم سقف قبلی رو هم ببینیم. این یک لگه. اگه میخواستیم از اینجا هم بگیریم که اصلا ستاپ اصلاح ساده رخ میداد، فیکس باید 69000 تا رو میدیدیم، دقیقاً فول تیپی شدیم با ستاپ های فیبو اکشن منظورمه. خب در نگاه کلاسیک هم یه روند صعودی داریم، اینجا فشردگی داشتیم یا گوه، باز تو RTM FTB داشتیم، باید پامپ میشده و شده و این سودهای خوبی که رخ داده یه همچین پوزیشنی رو حالا دانشجوهای ما گرفتن. ببینیم آر به آرش چطور بوده. اینجا باید وارد میشدیم تا 69000 تا و اینم استاپمون بوده. آر به آر 20 میده، 40% بدون اهرم تیپی. و بعد حالا اینجایی که الان هستیم در نگاه اصطلاحاً کلاسیک و حتی سبکای عرضه تقاضا جای مهمیه. سقف قبلی که نقدینگی توش داره، اینجا هم نگاه که میکنیم یه ترند داریم که اینجا جای طلاقی جفتشه، میتونه به این بخوره یه پولبک کوچک به این بزنه یا حتی بیاد به این ترنده پولبک بزنه و بعد مارکت لانگ مجدد بشه. این 73000 تا رو ببینه، 80 تا رو ببینیم، حتی یه کمی بالاتر 82 85 رو ببینیم که این اعداد رو به سبک اتوپایلوت در تایم فریم ویکلی پیدا کردم. منتها نکته‌ای که وجود داره اینجای حساس، یعنی
همه حوالی 69000 تا که ما فول تیپی شدیم باید یه کمی صبوری کنید، تعیین تکلیف کنه با این سقف قبلیش و بعد جایی هستیم که میتونه از اینجا بالاتر بره. این شماتیک هم با نگاه کلاسیک میتونه اتفاق بیفته، یعنی یک اصلاح بزرگتری تا حوالی 61 به ما بدهد. کلمه اصلاح رو به کار بردم و نگفتم ریزش، و عددش هم ببینیم. حالا حتی اگر مثلا 10-12% هم باشه ایرادی ندارد، من همچنان کلمه اصلاح رو براش به کار میبرم. نیم نگاهی به این داشته باشید، اینجاها میتونه جای مهمی باشه. حتی اول بره 73 تا رو ببینه بعد اصلاح بده، یعنی بالاتر بره بیاد به این ترند پول بک بزنه. من خودم ترجیح میدم که تو هفته آینده دنبال لانگ بگردم، هم روی طلا هم روی بیت کوین، و منتظر باشم که اصطلاحاً یک نقطه ورودهای جذابی برای لانگ بدن. هر کدوم از ستاپ های فیبو اکشن اتفاق افتاد یا در سبک اتوپایلوت، هر کدوم از ستاپ ها که رخ بده. فقط یه نکته وجود داره که کمی کار رو ریسکی میکنه که این فلشر من از اینجا آوردم دقیقاً، اینه که تو اتوپایلوت ما رسیده باشیم به یک نقطه حساسی به نام F و بخوایم اصلاح بدهیم تا حوالی 61. اینجا باز نقطه جذابی، باید با 2 تا دراپ بریزه. اگر دیدید از اینجاها ریزه شروع شد و محدوده، یعنی اینجاها جای خیلی جذابیه، این سنا رو تونستیم رد بکنیم، محدوده 66550 تا، دنبال سل بگردید جذابتر هستش تا حوالی 61. خودم هم با این شرط این هفته رو برای سل دنبال میکنم در تایم فریم پایین تر. خب دوستان، نکته که به عنوان پایانی اضافه بکنم اینه که مارکت همیشه با تحلیل پیش میره. با تحلیل‌های شما به یک سبک وفادار بمونید و حتما اول تایم فریم بالا رو تحلیل بکنید، بعد بیاید تایم فریم پایین‌تر و دنبال نقطه ورودهای جذاب با استاپ‌های کوچک بگردید. بدون استاپ لاس حتما بدونید که ترید هولناکه و حتما منجر به ضرر میشه. پس حواستون به مارکت باشه. این نگاه من هست، شما نگاهتون میتونه متفاوت باشه، ایرادی هم نداره. هر کسی با نگاه خودش به مارکت اصطلاحاً نگاه میکنه و تحلیل میکنه. امیدوارم که هفته پیش رو براتون سودهای خیلی خوبی داشته باشه. هر جا هستین مراقب سلامتیتون باشید. اگر که دوست داشتین و حمایت کردین از این پست تحلیلی آموزشی، یک پست دیگری ضبط میکنم براتون و راجع به آلت کوین ها حرف میزنم، چون گفتم که سرمایه گذاران پول رو در بازارهای مختلف میچرخونن و میبرن تو بازارهایی که براشون سود داشته باشه و آلت کوین ها هم میتونه از این قاعده مستثنا نباشه. به خدا میسپارمتون. فعلا خدا نگهدار.